این نورسان داوطلبانی دوری منطقوی آزمون‌های فنی در ناحیه واسه میباشند. با اینجا بهترین زباندانها، ریاضیدانها، فنهای فیزیک، شیمی، تکنولوژی اطلاعاتی، تاریخ و گئوگرافی و فیلولوژی از 20 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی حدود دهات گلستان و دهات به نام میرعلی محمدعلی 600 نفر اشتراک نمودند. متصدیان آزمون‌های فنی میگویند که اشتراک فعال خوانندگان در آزمون این نتیجه بردن کارهای تربیوی و رابطه نزدیک والدان با مکتب میباشد. با اشتراک والدان و خوانندگان برگزاری چهاربینی‌های مکتبی تشکیل نمودن مرکز محفل‌های تکنیکی جوان امکان فراهم آورد که سطح دانش خوانندگان بالا رفته شماره اشتراک آنها در آزمون زیاد گردد. این المپیاد نسبت به سالهای پیشین با تمام کلی فرق دارد. ما همه آموزگاران کلکتیوهای پداگوژی را آگاه کرده موافق فرمایش شعبه و آن تیار کردیم که همین المپیاد در سطح بلند گذشته دانش خوانندگان را معین کنیم. امروز شما خود شاهدین که نهایت در گذشتن همین المپیاد نشان داد که همه مکتب بچگان با یک تیاری پره آمدن. ما از همه فنها با دلپوری گفته میتوانیم که با المپیاد ناحیوی خوانندگان را از همه فنهای تعلیمی علاقه آماده کردیم و باوری داریم که در ناحیه با یک شکوه و شکامت کلان المپیاد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه واسه خوبتر و بهتر میگذرد. در ناحیه واسه برای در سطح بلند گذراندن دوره منطقوی آزمون‌های فنی با دستگیری شعبه معارف ناحیه شرایط‌های مساعد فراهم آورده شدند. دوره منطقوی آزمون‌های فنی مکتبی در دیگر منطقه‌های ناحیه ادامه یافته بهترین‌ها برای گرفتن راهخط به ولایت قابلیت خود را در مرکز ناحیه می‌سنجند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.